سلام ببر بچه حال دلتون چطوره بچه؟ خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از چنل خودتون. داشتون تکس 9 هستم. خوش اومدید به این ویدیو بچه. دیوایس گیمینگ خریدم بالاخره و جلوتر اسمشو میگم. و بچه این سیت هم که میبینید اکانت من هیچی نداره و این فایله و فایل هم براتون داخل چنل تلگرام میذارم. چنل تلگرام هم داخل دیسکریپشن. بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب بچه ها یکم راجع به دیوایس جلوتر آخر ویدیو بهتون میگم و قرار راجع به آینده ها با هم صحبت کنیم. قرار شورت ویدیو فعالیت کنم و تو این آینده که من دیوایس جدید گرفتم بچه ها 2 ویدیوی خیلی خفن در انتظارمونی که باید اصلا میتکن و ایران بچه ها ایران آپلود کنیم. ایران اصلا ببین پینگو نگاه کن. چی بگم بچه ها؟ چی دارم بگم برای گفتن؟ ایران برید نصب کنید. ایران عشق، ایران آزادی. خیلی هم عالی ایزی زد ما رو. خب داشتم میگفتم که 2 ویدیوی خفن داریم که هیچی دربارشون نمیگم چون ممکنه لو بریم. داشت تکس 9 ویدیوی خیلی خفن براتون آورده بچه ها. این یه چیدمار خیلی الکی ملکی چیدم با یه سنس خیلی شخمی که اصلا هدم نمیخوره. آوردم فقط ویدیو بگیریم. ببین از لحظه ای که دیوایس دادش توی ریسکوش هم میکنم، از لحظه ای که دیوایس رو گرفتم فقط فری فایر روش نصب کردم. یه ویدیوی خفن براتون بذارم و خلاصه یه ویدیوی خفن راجع به هدشات هم داریم بچه ها. یه ویدیوی جدید ساخته بودم من راجع به اید شده بود. ویدیوش هم ساخته بودم، تامنیلش هم آماده بود. ولی خب من یه ایدی پیدا کرده بودم براتون بچه ها. اصلا نبود اصلا نبود بچه ها. تو ایران وجود نداشت همچین ایدی که کسی بخواد بهتون بده. یه ست ادیت بود خارجی گاد. ببین اصلا عالی بود اون ست ادیته که من وقتی دیوایس عوض کردم یادم رفت اون ست ادیت بگیرم انتقالش بدم داخل دیوایس جدید و اون ست ادیت پاک شد و من دیگه اون پیجی که ست ادیتم رو دانلود کرده بودم اونم گم کردم و دیگه اصلا پر شد. حال داشت تکنایل اصلا خراب شد. و بچه ها نیاز به حمایت داریم، چنلمون نیاز به حمایت داره و من مجبور میشم که واسه ویدیوها رمز بذارم و مجبور میشم برای ویدیوها رمز بذارم بچه ها و من نمیخوام این کار کنم. نمیخوام لاشی. خب بذار من نمیخوام این کار کنم و دنبال راهکارم که شما هم دیگه اذیت نشین. نیم ساعت بگردین دنبال نمیدونم رمز رو پیدا نکنین، بیاین کامنت ها دنبال رمز بگردین، رمز پین کنین، رمز بذارید. حالا من هیچی نمیگم. و بچه ها واچ تایم چنل من 3000 تاست. یعنی من فکر کنم حدود 20-25-30 تا ویدیویی باید بذارم که واچ تایم چنل پرشه و برسم به 500,000 نفر. ببین یه رفع لگ میزنم خودم هیدو اصلا بچه ها هیدو ببین هیدو اصلا با اینکه سنس نذاشتم لکنت زبون گرفته هاشتون تکس 9. با اینکه اصلا سنسی نذاشتم اینجوری هیت میخوره بچه ها. و خب داشتم میگفتم برسیم به 500,000 تا یه ست ادیت اصلا یه پک کامل براتون درست میکنم. ترک نمیدونم سنس کاستوم اچ 3 انگشته 2 انگشته 4 انگشته 5 انگشته. من خودم هم الان یه دونه 4 انگشته شو چیدم. ببین اصلا ماه و اصلا یه پک کامل براتون درست میکنم دیگه. اصلا نیازی نیست که برید پک ها رو بخرید. و بچه ها این پک هایی که من میخوام برسیم 500,000 نفر و این پک که من میخوام درست کنم اصلا این پولیه، نصف کل پک پولیه و من دارم اینا رو براتون میخرم بچه ها. من دارم از هنوز به درآمدزایی نرسیده دارم اینا رو براتون خرج میکنم.
دیگه چی بگم من بچه‌ها. قرار یه اکانت هم بگیریم که از این اکانت نوبی در بیایم بچه‌ها. می‌بینید که اسکین درود اصلا درود داره خالی میکنه. بیا و از این بی اسکینی در بیایم دیگه بچه‌ها. و دنبال یه اکانت هم یه اکانت 2 تا پیدا کردم که هر دوتاش هم یه لولی دارن. یکیش یومپی بود یکیش دلول بود. حالا من زیاد دلول زنم و قرار استریم اسنایپ کنیم، بقیه رو دیگه شاید دلوله رو بگیرم شده یومپی رو بگیرم. چه خدیه چه نموردی تو؟ چه نموردی؟ چه نمیمیری؟ نامیرا شده داشته من یه دفعه. و خلاصه اینم از این و باخت داشتتون تکس نگیم. بریم سراغ مشخصات دیوایس مثلا من ستاره بزن جاگرابی اصلا عشق کنید. دیوایس یه ردمی نوت 12 اس 5G، حافظه 256 گیگ و رام 8 و پردازنده هلیو جی 96 که خیلی خوبه برای ادیت، برای بازی عالی نیست، خوبه، یعنی در حد یه گوشی نمیدونم پرسندارم بهش میگن چی میگن، در حد اون هست و کار ما رو را میندازه. عشقی که تا اینجا ویدیو دیدید یه لایک هم پای ویدیو بزن، یه لایک زنگوله ویدیو رو روشن کن، یه سابسکرایب هم انجام بده. تا ویدیوهای بعدی فعلا.